رود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود عزت حق محور است. اگر کسی حق گفت و به حق باور کرد و به حق عمل کرد میشه عزیز، هیچ که نمیتواند او را ذلیل کند، چه فرد چه جامعه. و اگر کسی از حق فاصله گرفت، باطل مدار بود، میشه ذلیل، هیچ کس نمیتواند او را عزیز کند. درست خدا فرمود عزتی داریم ذلتی داریم، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اما مشیعتش حکیمانه است. امام سجاد سلام الله علیه فرمود مشیعت او متن حکمت است، یا من لا تبدل حکمته الوسائل. ای خدایی که هیچ توسلی، هیچ وسیله‌ای نمیتواند مسیر مشیعت تو را عوض کند. مشیعت و اراده تو حکیمانه است. هیچ کس با دعا و تضرع و ناله و توسل نمیتواند از خدا کاری بخواهد که اون کار حکیمانه نباشد. اگر او بر اساس مشیعت عده را عزیز، بر اساس مشیعت عده را ذلیل میکند، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. این را امام عسکری سلام الله علیه معنا کرده است. فرمود اگر کسی حق را فهمید یک، باورش کرد دو، با او عمل کرد سه، در جامعه منتشر کرد چهار، مثل اهل بیت علیهم السلام عزیز می شود. و هیچ فرد یا جامعه حق را رها نکرده و باطل گراش پیدا نکرده الا که ذلیل خواهد شد.